أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. دوستان عزیز، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس ما در قاعده ارکانی درس سوم آغاز می شود که حرکت فتحه می باشد. فتحه یعنی زبر که یک حرکت خوابیده هست، همیشه بالای حرف قرار می گیرد، معروف و بدون کشش بدون مجهول ادا می شود. بدون معروف بدون کشش و مجهول به معنی که بالا کش نشود یا مجهول نشود. مثلا اگر بخوانیم که با زبر با، تا زبر تا، این مجهول میگن یا کش میشود، طرف الف مایل میشود، این اشتباه است، بلکه معروف ادا شود. مثلا با زبر با، با این قسم بالا مجهول نشود یا کش نشود. و کدام حروفی را که در مفردات کش میکردیم بعد از این کش نمیکنیم. در حرکات حروف کش نمیشود، بلکه همه حروف به مقدار یک الف کش میشود و بس. با زبر با، تا زبر تا، ثا زبر ثا، جیم زبر جا، ح زبر ح، واضح، ح زبر ح، خا زبر خا. اینجا متوجه باشین که حرفی پر است و پس که سرش حرکت میکنیم لبها را گل نکنیم که باز واو پیدا میشه. مثلا قسم نخوانیم که خا زبر خوا، بعضی اشخاص باز لبها را حرکت میته که واو پیدا میشه. لبها حرکت نکنه، لبها در حالت عادی می باشه. خا زبر خا، خا. دال زبر دا، ذال زبر ذا، ذال زبر ذا. را زبر را، زا زبر زا. سين زبر سا، شين زبر شا. صاد زبر صا، مفخم. بعضی اشخاص میخوانه که صاد زبر سا پس باریک میشه از پیشن. نه، قسمی که صاد همون قسم که حرکت هم میکنین بارش مفخم. صاد زبر صا، صا درست است. باد زبر با، طا زبر طا، ظا زبر ظا مفخم. طا زبر طا، ظا زبر ظا. باز تلفظ میکنیم. با زبر با، تا زبر تا، ثا زبر ثا، جیم زبر جا، ح زبر ح، خا زبر خا، دال زبر دا، ذال زبر ذا، را زبر را، زا زبر زا، سين زبر سا، شين زبر شا، صاد زبر صا، ضاد زبر ضا، طا زبر طا، ظا زبر ظا.